امروز قراره بفهمیم چرا لژیون پرو 5 با ارزش ترین لپتاپ بازار ایرانه. قلب تپنده این لپتاپ پردازنده i7 14650HX هست که در کنار کارت گرافیک 4060 انویدیا تجربه بی‌نظیری از گیمینگ و رندرینگ و کارهای گرافیکی سنگین رو در اختیارتون قرار میذاره. ماجرا وقت جالب میشه که میفهمیم قرار گیم و محتوا رو توی یک نمایشگر 16 اینچ با رزولوشن 1600 در 2560 که از HDR10 پلاس و رفرش ریت 240 هرتز و روشنایی 500 نیت پشتیبانی میکنه تجربه کنید. این لپتاپ به لطف دارا بودن یک آداپتور 300 واتی و سیستم خنک کننده فوق حرفه‌ای هم میتونه نسبت به سایر رقبا زودتر شارژ بشه و از طرفی گرما رو بهتر مهار بکنه و توان بیشتری به پردازنده و کارت گرافیک بده. اینجوریه که میتونه پرفورمنس بالاتری بگیره. لنوو توی این لپتاپ از نظر پورت هم برامون کم نذاشته. پورت های این لپتاپ به ترتیب 4 عدد USB-A 3.2، 2 عدد تایپ C با پشتیبانی از تاندربولت 4 و پاور دلیوری تا توان 140 وات HDMI، پورت شبکه و پورت 3.5 میلیمتری کمبو هستش. داشتن یک ترکپد بزرگ و یک کیبورد کامل RGB و بدنه تمام فلزی هم باعث شده تجربه بی‌نظیری از کار کردن و گیمینگ با این دستگاه داشته باشید. حالا چرا میگم با ارزش ترین لپتاپ؟ چون این محصول به نسبت قیمتش از پرفورمنس بالایی برخورداره. به قول اساتید Price to Performance Ratio. ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بود. به زودی ویدیوی بررسی کامل این محصول رو توی آپارات و یوتیوب بارگذاری میکنم. تا یه بررسی دیگه، فعلا